من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك در سوره مبارکه نساء بیشتر بحث احکام بود و امور انتظامیه که عرض کردم بعضی از این امور مربوط به رعیت هستند و بعضی از این امور مربوط به حاکمند، امور سلطانیه و احکام سلطانیه که بخش اول سوره مربوط به احکام رعیت هستند. تا اینجا ما 10 تا حکم خواندیم از احکام و این 11مینش هست. الله تعالی در این حکم 11 محرمات را بیان می فرماید. محرماتی که عقد اونها، نکاح اونها، ازدواج با اونها برای انسان حرام هست، درست نیست. این محرماتی که در این آیات و در این بخش بیان می شوند 15 تا هستند. 15 تا را الله تعالی بیان می فرمه به عنوان محرمه. اولی
شما نکاح نکنید و به عقد خود در نیاورید. ما نکح آباؤکم من النساء، آنچه که پدران شما از زنان نکاح کردند. وقتی که پدر زنی را نکاح بکند و به اصطلاح ما میشه نامادری انسان، بعد از مدتی پدر اون را طلاق بده یا پدر فوت بکند، برای فرزند جایز نیست که اون زن را عقد بکند. در زمان جاهلیت این را بد نمیدانستند، عیب نمیدانستند و منکوحات پدران خودشون را نکاح میکردند. به این خاطر الله تعالی میفرماید الا ما قد سلف، اگر آنچه که گذشته، اما از این به بعد اجازه ندارید، برای شما حلال نیست، جایز نیست که منکوحات پدرانتان را نکاح بکنید. انه کان فاحشة و مقتا، الله تعالی این را فاحشه می نامد، بسیار کار فحشی هست، بی حیایی هست، به خاطر اون که اون مادر انسانه. وقتی که زن پدر باشد مادر انسان هست. و مقتا، و مورد خشم خدای عزوجل هست. و ساء سبیلا، و راه بدی هست شرعا. پس شرعا و طبعا و عرفا، فاحشتا طبعا میشه، مقتا عرفا میشه، و ساء سبیلا شرعا. از هر نظر این مذموم هست، از هر نظر این ناپسندیده است. نباید انسان منکوحه پدر را نکاح بکند. خب این اولین محرمه هست که الله تعالی بیان می‌فرماید. بعد از این بقیه محرمات را الله می‌فرماید حرمت علیکم. اینها محرماتی هستند که محرمات نسبیه بیشتر گفته میشوند و هستند. حرمت علیکم، بر شما حرام هست، امهاتکم، دومی مادران. در امهات جدات هم داخل هستند، اونا هم ام هستند، چه جده مادری چه جده پدری. و بناتکم، دختران شما. در دختران نوها هم داخل هستند، چه نوه دختری انسان باشه چه نوه پسری انسان. و اخواتکم، و خواهران شما هم بر شما حرام هستند. و خواهران هم اینجا سه صورت هست: خواهران عینی، پدری و مادری، خیفی و علی، تنها از پدر یا تنها از مادر، چون خواهر رضایی را جداگانه آورده. و عماتکم، که خواهر پدر هست. الان این که خواهر پدر است هم فرق نمیکنه که خواهریش با پدر چه صورتی هست. باز اینجا 4 صورت هست، چه خواهری عینی هست، خیفی هست، علی هست، یا رضایی و شیری هست. و خالاتکم، خاله ها هم به همین صورت. و بنات الاخی، برادر زاده ها، برادر هر برادری باشد. این 4 صورت را تصور بکنید: برادر پدر و مادر، پدر مادر یا شیری. و بنات الاخت و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، و مادران شما، اون مادرانی که شما را شیر دادند. تا اینجا محرمات نسبیه بودند، از اینجا به بعد محرمات رضاعیه. و اخواتکم من الرضاعه، و همچنین خواهران رضاعی شما نه حرام، این دهمی میشه، خواهران رضاعی. و امهات نسائکم، از اینجا به بعد محرمات بالمصاهره هستند، به خاطر عرض کنم که خیشاوندی وصلت به اصطلاح، حرمت مصاهره. مادران همسران شما. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و 12می ربیبه های شما. ربیبه میگویند انسانی که زنی میگیرد و زن انسان
از شوهر قبلی دختری داشته باشد. این دختر میشه ربیبه انسان، در فارسی شاید پیشزاده میگویند. و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، ربیبه های شما اون ربیبه هایی که در حجر و در حضانت و در پرورش شما هستند. البته من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، ربیبه از اون همسری هست که شما با اونها همخوابی داشتید. ببینید اینجا یک قیدی هست، اللاتی فی حجورکم، ربیبه هایی که در حضانت و در پرورش شما هستند. این قید حقیقی نیست، قید اتفاقی هست، چون که عموما انسان که زنی میگیرد، دختری اون زن هم با مادرش زندگی میکنه، با مادرش که زندگی بکنه این شوهر اون دختر را هم نگهداری میکنه، لذا میشه فی حجورکم. ولی اگر در حجر این نباشد هم حرام است، چه در سرپرستی این باشد اون ربیبه، چه در سرپرستیش نباشد. مثلا ربیبه جدا زندگی میکنه با عمویش، با داییش، با مادر بزرگش، و مادرش تنها با این شوهر جدید زندگی میکنه. خب اون ربیبه که در حجرش نیست هم چیه؟ بر انسان حرام است. البته فقط این قید حقیقی هست، من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اون زنانی که شما با اونها هم خوابی داشتید. چون که میگه فإن لم تکونوا دخلتم بهن، اگر شما هم خوابی نداشتید فلا جناح علیکم، گناهی نیست. مثلا کسی میاد زنی را عقد میکند، شرعی هست، لذا الله میفرماید که ولا متخذات اخدان، اونها را به دوستی هم نگیرن. فإن احصن فإن اتین بفاحشة، اگر اینها چی شدند؟ محصن شدند. محصن شدن به این معنی که این زنان کنیز اینها پاک دامن شدند، یا اینکه عقد کردن با مردان. فإن اتین بفاحشة، اگر گناهی مرتکب شدند، فعلیهن نصف ما علی المحصنات من العذاب، بر آنان است نصف آنچه که بر محصنات است از عذاب، یعنی از حد خدا. بالفرض اگر محصنات را 80 ضربه شلاق میزنند، کنیزها را نصف اون میزنند، 40 ضربه شلاق میزنند. در باب تهمت هست، در باب عرض کنم که زنا اگر اونها را 100 ضربه شلاق میزنند، اینها را چی؟ 50 ضربه شلاق میزنند. ذالک لمن خشی العنت منکم، این برای کسی هست که میترسد از عنت. عنت یعنی اینجا معنیش هست، تفسیر ابن عباس هست که زنا، کسی که از زنا میترسد برود کنیز عقد بکنه. و الا ببینید کنیز را که عقد بکند انسان، عوارضش خطرناک است. اولین عارضش اینه که فرزندی که از این کنیز پیدا بشه تابع مادر است، تابع پدر نیست. یعنی چه؟ یعنی اون فرزند آزاد نیست، برده همون ارباب کنیز است، مولای کنیز هست، آزاد نمیشه. به این خاطر نسل انسان چی میشه؟ برده میشه، اسیر میشه. به این خاطر میگوید که کنیز را عقد نکنید. البته ذالک، این اجازه برای کسی است که خشی العنت منکم، میترسد از زنا از شما. و ان تصبروا خیر لکم، این که صبر کنید و تحمل بکنید، دنبال یک زن حره باشید، بهتر است برای شما. والله غفور رحیم، خداوند بخشاینده و مهربان است. خب این شد حکم 13 تا حکم تا اینجا بیان شد. اکنون الله عزوجل در این آیات ترغیب میده ما را به سوی تعمیل، یعنی به این احکام خدای عزوجل چی بکنیم؟ عمل بکنیم، پیروی بکنیم. خیر دنیا و آخرت ما در اینها هست. الله می فرماید یرید الله لیبین لکم، الله تصمیم دارد، اراده دارد،
لیبین لکم، تا که برای شما بیان بکند احکام را، مسائل را. و یهدیکم، دوم اینکه شما را اول بیان بکند، دوم اینکه شما را راهنمایی بکند. سنن الذین من قبلکم، بر روش کسانی که قبل از شما بودند، بندگان مخلص خدا که قبل از شما بودند، خدا میخواد شما بر روش اونها زندگی بکنید. سوم و یتوب علیکم، بر شما رجوع بکند الله، یعنی شما وقتی که طبق دستور خدا زندگی کردید، خدا به شما رجوع میکند، به شما لطف میکند. والله علیم حکیم، الله عزوجل داناست، تمام دستوراتش بر اساس دانایی. حکیم، حکیم هست، تمام دستوراتش پر از حکمت. والله يريد ان يتوب عليكم، بعض همون تکرار میشه به خاطر يريد الذين يتبعون الشهوات. الله عزوجل میخواهد که بر شما رجوع کند. و يريد الذين يتبعون الشهوات، اراده دارن کسانی که پیرو شهوات هستند، دنبال شهوات هستند. ان تمیلوا میلا عظیما، شما متمایل بشید به طرف شهوات، میل بسیار بزرگ، میل عظیم. الله تعالی شما را از محرمات من میکند، اونها به سوی محرمات چی میکنند؟ تشویق میکنند. یرید الله ان یخفف عنکم، الله اراده دارد، تصمیم دارد که از شما سبک بکند، تخفیف بکند. الله تعالی میخواهد که هر چیز را به هر حال برای شما آسان بگرداند. چرا؟ علتش چیه؟ و خلق الانسان، نیست علت و خلق الانسان ضعیفا، علت این است که انسان ضعیف آفریده شده. اگر خدای عزوجل بر شما مشکل بگیرد، اون وقت شما توانایی چی ندارید؟ توانایی عمل کردن ندارید. خب در اینجا حکم دیگری هست، اما این حکم تعمیم بعد از تخصیص است. قبلا به صورت خاص مالهای یتیم را فرمود نخورید، مالهای میراث را از بقیه ورثه نخورید. اینجا الله مطلقاً میفرماید مال همدیگر را. الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نخورید شما مال خودتون را بین خودتان بالباطل. بالباطل یعنی از طریق ناجائز. بالباطل یعنی چه؟ از طریق ناجائز. الا ان تكون تجارتا، مگر اینکه باشد تجارتی عن تراض منکم، از تراضی از شما، یعنی هر دو طرف شما با یک تجارتی مال همدیگر را مبادله بکنید، بخورید. این کار را نکنید. ولا تقتلوا انفسکم، و همدیگر را نکشید. همدیگر را نکشید معنیش چی هست؟ ببینید، بعد از مال همدیگر را خوردن، الله تعالی فرمود که همدیگر را نکشید، چون که مال همدیگر را خوردن یکی از صورتهاش اینه که تبدیل میشه به چی؟ به عداوت، به دشمنی. همدیگر را کشتن. شما ریشه تمام قتل ها را بررسی بفرمایید، اختلافات مالی هستند، اختلافات روی معاملات هستند، روی این هسته که انسان ها حقوق همدیگر را در مسائل مالی رعایت نمی کنند. یک صورتش اینه، یکی اینه که لا تقتلوا انفسکم به معنای چی هست؟ خودکشی. چطور خودکشی؟ خودکشی می کند انسان با مرتکب گناه. گناه نکنید، اینها تمام آثام و معاصی که خدا بیان فرمود، اینها را انجام ندید، چون انجام اینها خودکشی هست، خود را به هلاکت انداختن هست. ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، خود را به هلاکت انداختن هست. لذا تفسیر آلوسی روح المعانی فرموده المعنى لا تهلكوا انفسكم،
معنی اینه که خودتون را هلاک نکنید به ارتکاب الآثام، با مرتکب شدن گناهان، که اکل الاموال بالباطل، مثلا مال هم دیگر را از طریق باطل خوردن، از طریق کلاهبرداری خوردن، از طریق خداع و فریب و غیره من المعاصی و گناهان دیگر که التي تستحقون بها العقاب، گناهانی که شما را چی میکند؟ مستحق عذاب میگرداند. اون را الله تعالی فرموده ولا تقتلوا انفسکم، یعنی خودتون را به هلاکت نیندازید. گناه را، کبیره را انجام دادن به مثابه چی هست؟ که خود را کشتن هست. ان الله کان بكم رحیما، به درستی که الله تعالی نسبت به شما مهربان است. اون ذات مهربان دستوری میدهد که در اون دستورش چی هست؟ لطف بر شماست. الله می فرماید و من یفعل ذلك عدوانا و ظلما، ثمره اخرویش، هر کسی که این کار را بکند از روی عداوت، از روی ظلم، از روی تعدی و ظلم، فسوف نصلیه نارا، ان قریب ما او را داخل میکنیم در آتشی. فسوف نصلیه نارا و کان ذلك علی الله یسیرا، این بر خدا چی هست؟ آسان هست. بله، پس شما این کار را نکنید که هم دنیایتون خرابه هم آخرتتون خرابه، مرتکب گناهان نشید. اکنون الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره، کبائر، کبائری که آن کبائری که تنهون عنه، از اون کبائر چی میشید؟ بله، نهی میشید. ببینید کبائر، قبلا هم بحث کوتاهی در رابطه با کبائر کردیم. کبائر جمع کبیره هست. گناه کبیره چه گناهانی هستند؟ بعضی گناهان کبیره را 7 گفتند، شرک و کفر و به هر حال بعضی قتل نفس و زنا و غیره، بعضی گفتند بیشتر، بعضی کمتر. اما حقیقتش تعریف کبائر یا تعریف گناه کبیر اون هست که در قرآن یا در حدیث نسبت به ارتکاب آن وعید و عذاب وارد شده باشد. گناه کبیر اون هست که چه در قرآن و چه در حدیث نسبت به کسی که او را مرتکب میشه وعید آمده، عذاب آمده که اگر این کار را بکنی به عذاب گرفتار میشی. پس همه گناهان، هر چیزی که نافرمانی خدا هست کبیره هست. هر چیزی که منعش در قرآن و حدیث ثابت است، گناه بودنش در قرآن و حدیثی هست ثابت است. از شرک و کفر گرفته تا پایین ترین گناهان که اینها پایین تر میگیم، صغیره میگیم نسبت به بالاترش، و الا این فی ذاته خودش گناه هست، اینم ممنوع هست، اینم کبیره هست. به عنوان مثال دروغ نسبت به قتل نفس، یک انسانی را به ناحق کشتن، دروغ گناه صغیره هست. اما دروغ فی نفسه خودش از گناهان کبیره است. اما نسبت به قتل نفس، نسبت به شرک چیه؟ صغیره هست. پس این کبیره و صغیره به نسبت همدیگر هست. هر گناهی که منعش، نهیش در قرآن و سنت وارد است و نسبت به آن وعید و عذاب تهدید شده انسان، اون گناه کبیره است. الله می فرماید خب بعضی گفتند حملوا قوله تعالی کبائر ما تنهون عنه على انواع الشرك والكفر، بحر المحیط گفته. بعضی گفتند کبائر فقط انواع شرک و کفرند. الله می فرماید ان تجتنبوا کبائر،
اگر شما اجتناب بکنید از گناهان کبیره، ما تنهون عنه، آن که نهی شدید از آنان. خب این ما تنهون عنه خودش میتونه تعریف کبیره باشه، هر چی که خدا گفته نکنید. نکفر عنکم سیئاتکم، الله میفرماید کفاره میگردانیم از شما سیئات شما را، بدیهای شما را. و ندخلکم مدخلا کریما، و داخل میگردانیم شما را محل معززی، محل دخولی که معزز و با کرامت باشد، یعنی بهشت، اگر شما از کبائر پرهیز کنید. خب اینجا الله تعالی بعد از اینکه احکام سابق را بیان فرمود و فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبوا، الله تعالی در اینجا میفرماید للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. زن سهمی دارد، مرد سهمی دارد، پدر سهمی دارد، پسر سهمی دارد، دختر سهمی دارد. خب امکان داره بعضی از افراد ناراحت بشن به سهم خودشون که سهم اینها چرا کم شد، سهم دیگران بیشتر شد. کسی تمنا بکند که سهم من اینقدر میشد. الله عزوجل میفرماید به تقسیم راضی بشید. الله تعالی هر چیزی که تقسیم کرده و هر کس برای هر کسی هر چیزی تعیین فرموده، در اون خیر هست، حکمت هست. الله میفرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا ولا تتمنوا، شما تمنا نکنید ما فضل الله به، آنچه که فضیلت داده الله به آن، بعضکم علی بعض، بعضی را بر بعضی، یعنی به بعضی بیشتر داده به بعضی کمتر. شما تمنا نکنید، آرزو نکنید که اون بیشتر مال شما بود، چرا شما پسر نشدید، چرا شما مثلا فلان کاره نشدید از ورثه. نه، علت اینه که للرجال نصیب مما اکتسبوا، برای مردان سهمی هست آنچه که کسب کنند، وللنساء نصیب مما اکتسبنا، برای زنان سهمی هست آنچه که کسب کنند. واسأل الله من فضله، الله می فرماید از الله فضل خدا را بخواهید، از الله عزوجل فضل و لطفش را بخواهید، اون مهمتر است. ان الله کان بكل شیء علیما، همان الله عزوجل به هر چیز عالم و دانا هست. ولكل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والاقربون، برای هر یک ما قرار دادیم از آن چیزی، قرار دادیم موالی، از آن چیزی که ترک می کنند پدران و مادران و همچنین الاقربون. هر کسی موالی دارد، یعنی خویشاوندانی. هر کسی که میمیرد چیزی ترک می کند برای خویشاوندان. والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، کسانی که شما با اونها عقد موالات دارید سهمشون را بدید. ببینید مقدمه عرض میکنم، بعدا این آیه را بهتر میفهمید. در زمان جاهلیت یک عقدی بود بین مردم، با هم عقد میبستند، عقد موالات میگفتند. یعنی دو نفر با هم دیگر دوست میشدند، برادر میشدند، لذا اینها جنگشون یکی بود، صلحشان یکی بود. میگفت با هر که تو جنگ داری منم با او جنگ دارم، دشمن تو دشمن من هست، دوست تو دوست من هست. و چنان اینها با هم دوست بودند که حتی وقتی که یکی از اینها میمرد از همدیگه سهم هم میبردند، ارث هم میبردند. خب این در زمان جاهلیت بود. اما در زمان اسلام بعد از اینکه مسلمانان هجرت کردند، رسول الله صلی الله علیه و سلم عقدی ایجاد کردند، عقد مواخات.
بین مهاجرین و انصار، یک مهاجر با یک انصاری برادر قرار گرفت. بعد از اینکه اینها برادر هم دیگر قرار گرفتند، کسی که از اینها میمرد وارثش، پدرش، مادرش، برادرش، چون که اکثرا کافر بودند یا مثلا مهاجرین خویشاوندانشون در دارالکفر بودند، اونها ارث نمی بردند. همین کسی که با او عقد بسته، این کسی که با او دست برادری به اصطلاح ما داده، این ارث می برد. این چی می برد؟ ارث می برد. تا اینکه اسلام عزیز گسترش پیدا کرد، همه افراد، همه اطرافیان، همه خویشاوندان مسلمان شدند. الان که مسلمان شدن، کسی که میمیرد و پدر و برادر و مادر از خود به جا میگذارد، حق ارث مالکی مال پدر و برادر هست. لذا علما میفرمایند که والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم، کسانی که شما با اونها عقد بستید، یعنی عقد برادری و مواخات، نصیبشان را بدهید. این قسمت آیه منسوخ است با اول آیه ولکل جعلنا موالی. برای هر انسانی ما خویشاوند قرار دادیم، هر انسانی خویشاوند دارد، لذا ارث را کی میبرد؟ خویشاوند میبرد، پدر میبرد، برادر میبرد و غیره. متوجه هستید؟ این عرض کنم که تفسیری هست که عموم مفسرین میکنند و یک تفسیر مال شیخ حسین علی هست، اون را خدمت شما عرض میکنم. اولا عبارت آلوسی: فی روایت عن ابن عباس اخرجها البخاری و ابو داود و النسائی. روایتی از ابن عباس است که بخاری و ابو داود و نسائی و جماعتی این را تخریج کرده. انه قال فی الآیه کان المهاجرون، در رابطه با این آیه گفتند کان المهاجرون لما قدم المدینه، وقتی که به مدینه آمدند، یرث المهاجر الانصاریه، مهاجر از انصاری ارث می برد، دون ذوی رحمه، خویشاوندانش ارث نمی بردند. چرا؟ للاخوة التي یا للاخوة التي آخى النبی صلی الله علیه وسلم بینهم، به خاطر اون اخوتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم بین آنان چی کرده بود؟ ایجاد کرده بود. خب فنزلت ولکل جعلنا موالی، برای هر یکی ما موالی گذاشتیم. خب تا اینجا من ادامه عبارت را بعدا میخوانم. خب بقیه مفسران میگویند که این ولکل جعلنا موالی نازل شد، والذین عقدت ایمانکم را منسوخ کرد، ناسخ شد. اما ابن عباس اینجا توجیه دیگری دارد که این توجیهی که میخوانم مال ابن عباس هست. حضرت شیخ حسین علی رحمه الله همین را پسندیدند، چون که نظر و دیدگاه حضرت شیخ این هست که هرگاه در آیه کلام الله مجید دو تفسیر وجود دارد که بر اساس یک تفسیر یک آیه منسوخ میشه و بر اساس یک تفسیر نسخ لازم نمیاد، همون تفسیری را انتخاب میکنند که نسخ لازم نمیاد. همون تفسیر میگه بهتر است که منسوخ بودن آیه لازم نمیاد. لذا اینجا ابن عباس رضی الله عنهما چگونه تفسیر میکند؟ شیخ همین را میپسندد. میگوید که الله تعالی اون کسانی را که قبلا به اونها ارث نمیرسید با این آیه صاحب ارث قرار داد. ولکل جعلنا موالی، هر کسی خویشاوندی دارد. خویشاوند مما ترک الوالدان والاقربون، پدر و مادر، اقربون، خویشاوندان ترک میکنند، خب به اونها چیزی باید برسد. اما والذین عقدت ایمانکم، یعنی این برادران مهاجر شما که با اونها عقد بستید، مواخات و برادری دارید، فآتوهم نصیبهم، نصیب اونها را بدید. نصیب اونها چیه؟ ارث نیست. نصیب اونها چیه؟ یعنی شما سهم اونها را بدهید
با همون وفایی که با اونها دارید، برادری که با اونها دارید، مواسات و همدردی و غمخواری که با اونها دارید. یا اگر از مال میراث است در حق اونها چیکار کنید؟ از مال میراث برای اونها وصیت کنید. مگر وصیت برای غیر وارث جایز نیست؟ جایز هست. پس ادامه اون عبارت اینه: ثم قال والذین عقدت ایمانکم فآتوهم نصیبهم من النصر والوفاء والنصیحة، یعنی اونها کمک بکنید و با اونها وفادار باشید، نصیحت بکنید. و قد ذهب المیراث، میراث که تمام شد، میراث به اونها نمیرسه، اما و یوصى له، برای اونها وصیت میشه. میگه مثلا از این مال 5 تومن را 10 تومن را به این برادر مهاجر من بدهید. این وصیت جایزه. و روی عن مجاهد روح المانی. به هر حال پس ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، این بیانگر این هست که موالی باید ارث ببرند از خویشاوندان خودشان. اما والذین عقدت ایمانکم، این برادرانی که با اونها عقد مواخات دارید، فآتوهم نصیبهم، سهم اونها را هم بدید، من النصرة والامداد والوفاء والوصیت، هر چی که غیر از مال میراث هست. ان الله کان علی کل شیء شهیدا، الله عز وجل بر هر چیز گواه است، بر هر چیز حاضر و گواه است. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين.